حدود چند سال من از سال 50 غار را بلد بودم. به توسط عموم که شکارچی بود من این غار را بهم نشون داد، اینو بلد بودم. بعد از 30 سال ما توانستیم عزیز را پیدا کنیم تا راز غار کلماکره را برای ما بازگو نماید. ما از سال 50 که با عموم آمدیم روبروی غار، حدوداً 27 تا کله‌باز از این غار آمد بیرون که ما اونا را شمردیم. 27 تا بودن. یادمه این غار با شلیک گلوله خمره متلاشی می شود و با ریزش سکه های طلا و نقره عزیز به اهمیت غار پی می برد و تصمیمش برای ورود به غار جدی می شود که اشیای گرانسنگ پنهان شده در آن در کنار ستونها و سرستونها و تاقچه های رسوبی همچون موزه‌ای از اعماق تاریخ می آیند و با تابش نور پدیدار می شوند و زبان می گشایند. در حین بررسی اشیای منحصر به فرد غار کلماکره این سوال به ذهنمان رسید که آیا اشیای کلماکره متعلق به ناحیه لرستانند؟ آیا برنزکاران لرستان این آثار ارزشمند را تولید کردند یا از سرزمین‌های دیگری آمدند؟ گرچه لرستان خاستگاه و سرزمین تولید انبوه مفرق است، اما رمزگشایی اشیای کلماکره نشان از دوره‌های ما قبل هخامنش یعنی ایلام نو دارد و نظر کارشناسان بر این باور است که این ابزار هدایا یا میراث پادشاهان متعددی از همین سرزمین هستند، سردارانی که قبل از سلسله هخامنشیان بر عریشه قدرت بودند و شاید پادشاهانی از سلسله کاسیان که 600 سال حاکم بلا منازع بابل در بین النهرین بودند. پنج فوگل پاس بفتن سرشون مفتی از دار چند شد خیلی زیاد کیلو فروش نیم یکی بشویم کرد ما نمیدونستیم این جنسا رو اگر بفروشیم به یه خودفروش اینا رو میبره و خارج میفروشه. بالاخره از روی نمیدونم چه کاری از حول حلیم افتادیم تو دیگ. بلد نبودیم چه کار کنیم. من از روی کم بیشتر وارد بودم.
بهتر میدونستم که اینا ارزش دارن، یک کمی هم سواد دارن، میدونستم واقعا اینا میراثی که مملکت هست. هشت تا انبار گنجی دیگه داشت که من تمام اونا رو نشونهاشون میدیدم، ولی فرصت نکردیم همه رو بیاریم. حدود 10 تا انبار دیگه داشت به نزدیک 5 تن. شاید اینا عتیقه تو اینا بود. از هر رقمی که شما حساب کنید عتیقه تو یه انبارا بود. مهمترین اشیای فلزی غار کلماکره آثاری منحصر به فرد و ویژه این غار هستند که نمونه‌های آن تاکنون رویت نشده است. عقاب نقره‌ای با بالهای گشاده و شکاری در منقار. شکار خرگوشی است که از پشت در منقار عقاب فرو رفته و لحظه نام را به وجود آورده است. شیر نقره‌ای با شکار گوزن خالدار ایران. ابهت شیر در این اثر همراه با خشم آن در شکار کاملا هویداست. ظرف آبخوری نقره‌ای با لوله‌ای بلند و سر یک گاو. در این ظرف نهایت ظرافت در طراحی تولید به کار رفته است. ریتون نقره‌ای با نیمتنه اسب منقوش. گرافیک چهره اسب با خطوط موزون و مبرب نجابت و ابهت این حیوان گرانقدر را نشان می‌دهد. تعداد اندکی از ظروف نقره‌ای به دست آمده از غار کلماکره به شکل جام یا ریتون متصل به سر یک یا چند حیوان مانند اسب و شیر و گاو مشاهده می شود که نمونه آنها تاکنون رویت نشده است. ریتون دیگری با سر شیر در حال قرش و بزی کوهی که سر شیر را پله‌ای قرار داده است تا از آنجا داخل ظرف را مشاهده کند. این اثر یکی از کم نظیرترین اشیاء کلماکره است. بشقاب‌های بزرگ نقره‌ای مزین به گل کوکب. این گونه ظروف در میان اشیا و ظروف کلماکره بیشتر از بقیه مشاهده می شوند. تنگ طلاکوب نقره‌ای. این ظرف که در تنه آن گلهای گیاهی طلایی حک شده است شاید از اولین ظروف ترکیبی طلا و نقره باشد و چه هست زیبا و دیدنی است. به گفته عزیز و دیگر واقعا من افسوس میخورم ای کاش که گنجی به این شرایط پیدا نمی کردم. آگاهیم بیشتر بود که اینطوری زج میکشم، خیلی هم ناراحت میشم. تنها کسی که ضربه توی گنج دید خودمم. سرانجام عزیز و پسر عمش افدک دستگیر شدند و به مجازات اعمال ناآگاهانه خود رسیدند. اما غار لو رفته بود و در مدت زمانی که این دو در بند مجازات بودند توسط دیگر جویندگان گنج مجددا مورد دست برد و هجوم قرار گرفت
و تا سال 1368 کاملا خالی شد.